سلام رفقا، من محمدم و چنل مانیفست خوش اومدید. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و جیبتون پر از پول. امروز میخوایم بریم سراغ بیوگرافی و زندگی نامه یک فرد ایرانی موفق که ساکن آمریکا است و تونسته به درآمدهای خیلی بالا برسه و یک زندگی موفق داشته باشه. فردی که میخوایم بریم سراغ زندگی نامه‌اش مانی خوشبین هست. قبل از اینکه بریم سراغ بیوگرافی، خواهش میکنم اگر به روش‌های کسب درآمد دلاری علاقه‌مندین چنل ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوهامون رو ببینید و اگر دوست داشتید لایک کنید. مانی خوشبین یک کلکسیوندار لوکس ماشین در آمریکا است و همچنین مدیر عامل کمپانی خوشبین هست. مانی خوشبین تو زمینه چی میگن حالت اینفلوئنسر ماشین‌های لوکس هست و همچنین در حوزه املاک فعالیت میکنه. مانی خوشبین در تهران به دنیا اومده و سطح تحصیلاتش دیپلم هستش و در سال 1349 چشم به جهان گشوده. شغل پدر مانی خوشبین هم که تو ایران بودن حسابدار سابق شرکت نفت بوده. زمانی که مانی خوشبین تصمیم گرفتن با خانواده‌اش از ایران مهاجرت کنن در زمان جنگ 8 ساله ایران بوده که مانی خوشبین به عموش رو در جنگ از دست میده. به همین خاطر و داشته به سن سربازی مشغول میشده، پدرش به همین خاطر تصمیم میگیرن که از ایران مهاجرت کنن و به کمک یکی از دوستاش به آمریکا مهاجرت میکنن. اما اونجور که فکر میکردن زندگی براشون پیش نمیره و اون دوستی که بهشون وعده داده بود که وقتی برسن به آمریکا اونها رو حمایت میکنه، کمک میکنه، بعد از یک روز اونا دیگه جایی برای خوابیدن نداشتن و با پولی که پدر مانی خوشبین با خودش برده بود فقط میتونه یک ون بخره و همون شروع زندگی در آمریکا براشون بسیار سخت میشه و اونها مجبور میشن توی یک ون زندگی کنن. همونجور که میدونید یکی از چالش‌های زندگی در کشورهای خارجی یاد گرفتن زبانه. قطعا مانی خوشبین در اون سالها زبان انگلیسی خوبی رو نداشته و وقتی که به مدرسه میرفته با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنه، اما با زندگی در اونجا و یادگیری زبان انگلیسی سعی میکنه وضعیت خودش رو بهتر کنه و جایگاه خودش رو پیدا کنه. اولین شغلی که مانی خوشبین به اون مشغول میشه، اون میبینه که در آمریکا یک سری وسایل کارکردی دست و بوم که هنوز سالم هستن و کار میکنن رو خیلی میذارن در خونه و بدون اینکه بخوان بفروشنش رهاش میکنن. اون و برادرش میرفتن گشت میزدن و هر وسیله‌ای که سالم بوده رو جمع آوری میکردن و آخر هفته در یک حراجی دست دوم اونا رو برای فروش میذاشتن. این شروع درآمدزایی مانی خوشبین بود. اما در 16 سالگی که اجازه کار کردن مانی خوشبین پیدا میکنه، میره در فروشگاه کیمارت در قسمت پارکینگش مشغول به کار میشه و به گفته خودش دستمزدی ساعتی $3.15 داشته که از نظرش خیلی عالی بوده و میتونسته 500 تا 600 دلار به دست بیاره. از اونجایی که مانی خوشبین خیلی علاقه داشته که سریع پیشرفت کنه، خیلی منضبط عمل میکنه و بعد از چند مورد که کارمند نمونه شناخته میشه، در 8مین ماه فعالیتش دستیار مدیر کالاهای ورزشی تو کیمارت میشه و میتونه یک ترفیع بزرگ بگیره. بعد از اینکه مانی خوشبین در فروشگاه کیمارت ترفیع میگیره، مقداری از درآمد خودش رو جمع میکنه و در 17 سالگی موفق میشه اولین ماشین خودش رو بخره که یک ماشین هوندا بوده. مانی خوشبین در کنار فعالیت تو زمینه‌های کاری به ورزش بدنسازی هم علاقه‌مند بوده. یکم در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنه و در چند تا مسابقه هم شرکت می‌کنه. میگه که با پدرش مشورت کنه که چه کاری راه بندازه. با مشورت با پدرش و دوستای پدرش تصمیم می‌گیرن که یک پمپ بنزین سیار راه اندازی کنن که خب اون هم هزینه زیاد بوده و $20,000 نمی‌شده. تصمیم می‌گیرن پولشون رو در یک کارگزاری قرار بدن که بتونن یک وام با پول بیشتر بگیرن و اون پمپ بنزین رو راه بندازن. اما متاسفانه از بدشانسی مانی خوشبین اون کارگزاری کلاهبردار از آب در میاد و تمام سرمایه مانی خوشبین از دست میره. در سال 1992 مانی خوشبین وارد یک صنعت املاک میشه و به عنوان کارمند صدور در یک شرکت مرهونات مشغول به کار میشه. چون هیچ پولی نداشته مجبور بوده اونجا کارمند بشه. بعد از 6 ماه فعالیت در اون قسمت پی میبره که با حق کمیسیونی که از این وام ها میشه به دست بیاره میتونه پول زیادی رو به دست بیاره و تصمیم باز میگیره که شرکت خودش رو تأسیس کنه. مانی خوشبین تصمیم میگیره با یکی از دلال‌ها به عنوان شریک این شرکت خودش رو تأسیس کنه و اولین ملک خودشون رو به صورت شراکتی که خونه کوچیک بوده در گاردن‌های کالیفرنیا خریداری میکنه. وقتی که اون خونه رو میخره، شروع میکنه به بازسازی کردن و با زحمت زیاد سعی میکنه که اون خونه رو بازسازی کنه و بهترین شکل بفروشه. وقتی که میفروشه میتونه یک سود $100,000 به دست بیاره که خیلی به چشش میاد و بسیار خوشحال شده. سعی میکنه تو این قسمت بیشتر فعالیت کنه.
او بعد از موفقیت تو فروش اون خونه تصمیم میگیره بره سراغ خونه‌های آپارتمانی بزرگتر و تا اینکه بتونه درآمد بیشتر بیاره که در اون قسمت هم موفق میشه و وارد صنعت املاک مستقلات آمریکا میشه و الان تونسته که در 6 ایالت آمریکا شرکت شخصی خودش رو در زمینه املاک رو اندازی کنه و به یک درآمد بسیار پرسود برسه. مانی خوشبین یکی دیگه از علایقاش داشتن کلکسیون های بروز و بسیار لوکس ماشین هستش که انواع اقسام ماشین ها در پارکینگ شخصی خودش نگهداری میکنه، مثل رولز رویس، مثل مکلارن، پورشه و خیلی ماشین های دیگه که دارید میبینید و خیلی علاقه به این زمینه داره و همچنین در قسمت یوتیوب و اینستاگرام خودش ویدیوهای در این زمینه قرار میده. مانی خوشبین در سال 1390 وقتی که 41 ساله بود تصمیم میگیره دومین تجربه ازدواجش رو انجام بده و تصمیم میگیره با خانم لیلا میلانی، مدل و کارآفرین معروف که متولد کانادا هست ولی ایرانی الاصل، ازدواج کنه و حاصل این ازدواج یک دختر به نام پریسیلا و یک پسر به نام انزو پاشا بوده. خب لیلا میلانی هم خانم مانی خوشبین یک فردیه که در زمینه مدلینگ فعالیت میکنه و با اجرا در شبکه‌های فاکس نیوز و MBC تونست به شهرت برسه. حالا اون هم شرکت و بیزنس شخصی خودش رو داره در زمینه اکستنشن مو، رشد مو و زیبایی داره و 2 فرد ایرانی موفق در این زمینه هستن. امیدوارم که زندگی نامه مانی خوشبین بتونه یک انگیزه بشه برای شما. با تمام پستی و بلندی‌هایی که داشته در طول زندگیش دیدید که چجوری تونستش موفق بشه. مهاجرت یکی از سخت‌ترین کارهاست، بعدش کار در به صورت کارگری و کارمندی و بعد از دست دادن پول و دوباره بلند شدن و فعالیت خودشون انجام دادن. این میتونه به ما نشون بده که ما در هر شرایطی باشیم، در هر جای دنیا باشیم و در هر موقعیتی که هستیم بتونیم به درآمدزایی برسیم، بتونیم موفق بشیم و به اون چیزی که دلمون میخواد برسیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر انتقاد، پیشنهادی دارید خواهش میکنم برام کامنت بذارید. اگر اطلاعات بیشتری دارید واسم کامنت بذارید و تکمیل کنید این اطلاعات رو. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا درودی دیگر، بدرود.